این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. سرزمین معجزه ها به جای پیشگفتار. آغاز گفتار یکم. در جریان سفر کاری پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، یادگاری تاریخی و طبیعی نازگل مکان پرصفا را رسما برای استفاده همگان باز نمود. موضع کهن تاریخ با طالاب و دیج و رصدخانه که سالهای شوروی از نظرها افتاده بود، با تشبث فرهنگ پرورانه پیشوای ملت امام علی رحمان به گلگشت و گلستان نظرآباد مبدل گردید. سبب اساسی مطلب نیز همین سفر است و هم علیه ناقابلانه که بباید در دل به گام‌های سازنده سرور دولت قائل شوند، زیرا در چند سال اخیر مملکت به دستاوردهای نائل گردید که در عصر 20 خواب و خیال می نمود. تنها مثال زدن ناحیه واسع و یک گوشه آن کافی است که به طریق روشن از جهش صفتی سخن بگوییم. شنونده عزیز، آنچه می نویسم با امر کسی نیست و به عوض چیزی، زیرا درباره وطنم می نویسم و اگر به گزاف صفت کردم پگاه به چشم همدیهگان و خویش و تبار با چه رنگ می نگرم، در صورتی که آنها هیچ کس را روی خاطر نمی کنند. اگر در رویم نگویند در پشتم خواهند گفت. هرچی در دل دارند بر زبان آرند. چه به هیچ کس وابسته و مطیع نیستند، نه از نظر مادی و نه روحانی. یک برده نانی که دارند ایشان را پیش کسی متهم و سرخم و احتیاجمند نخواهد کرد. براستی آن لحظه و ساعت مثل من می بالیدند، نه تنها از آبادی نازگل افسانوی، بلکه تشریف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و آن را همچون نمونه عالی احترام و قدردانی به مردم محل می دانستند. دایره و طعن و تمسخر مثل می زدند که در اینجا بزرگان و اولیا خوابیدند و تنها مبارک قدمان را می پذیرند. از همین بود که راهبران ریسپوبلیک آن طرف، راهبران ناحیه و ولایت بار هم سر به این مکان نزده بودند. اگر می آمدند به فهرست آثار تاریخی و طبیعی بخشیده به 2700 سالگی کلاه ثبت می شد. پیشوای ملت امام علی رحمان از تماشای موضع زیبا منظر و چهره های شکوفان ساکنان دریافت که در پهلویش شخصیت هایی اند که
به ملت و وطن صادق و ژرفنای سیاست سازنده اش را درک می نمایند. از این رو در دل فرح داشت که با چهره خندان و شکوفان با مردم خداحافظی کرد. در همان لحظه ها نوشته صمیمانه شاعر شهیر غفار میرزا به خاطرم آمد. این جوانمرد خدا داده مبارک قدم است، نیکبخت است به هر گوشه که پا بگذارد. هم به اندیشه مفهومی و هم موهومی صلح و آسایش و فیض و برکت می آرد. چند لحظه کوتاه دیدار مرا مطمئن ساخت که پیشوای ملت امام علی رحمان از همه پهلوهای روزگار دهاتی کشور و تاریخ و فرهنگ آگاهی دارد. از همه مهمش تشبثکار است و در عملی نمودن ایده های نیک دست کمک دراز می کند. او سخنان ما را با دقت می شنید، چهرهش به شکوفایی می گرایید و از روزگار کهن و این آوان مردم می پرسید که در نوشت مطلب اشاره شده است. در ذکاوت، خودشناسی و صداقت پیشوای ملت دلیل و اصلا ضروریت ندارد. همه ثابت شدند. سوالها و نگاه‌های رمزدارش به عملهای ثابت قدمانه راهنمایی میکرد. نگفت، ولی نگاهش تأکید میکرد که تاریخ هر پاره دیار را باید نوشت و برای دیگران معرفی نمود. هنگامی که دستور در نشر و به هر خانه تاجیک رساندن کتاب علامه باباجان غفاروف تاجیکان پهن شد، اشارهش به عقل سالم ضیاییان و مردم کشور بود. امام علی رحمان کتاب را شناسنامه ملت عنوان داده تلقین می کند که هر فردی وطن پرست از آن بهره بگیرد و کتاب را نمونه مقدس خاندان خود بپذیرد. از این رو تأکید می کند. تاریخ فراگیر زمانهای گذشته و امروزه می باشد. در دایره این فاصله های زمانی آدمان به تشکل جمعیت انسانی بها می دهند و واقعیت را آشکار می سازند. ما با تاریخ خلق تاجیک از روی همین حقیقت نظر انداخته صحیفه های پر افتخار آن را می آموزیم. با کارنامه گذشتگان شناس می شویم. عنعنه های نیک به یادگار گذشته آنها را ادامه می دهیم و هر یک رکن آن را گرامی می داریم. پایان اقتباس از امام علی رحمان. با تأکید پیشوای ملت امام علی رحمان هر فردی از عنعنه و آیین‌های نیاگان آشنا و آگاه به نگهداری و به نسل آینده واگذار نمودنشان وظیفه‌دار بوده در آموزش هر پاره خاکش مسئول است. زمین تاجیکستان اسرار نهفته فراوان دارد. یکی از مکانیزم‌های عملی گردیدن اندیشه پیشوای ملت در روند آموزش کتاب تاجیکان به همین نکته روانه شده بود. کتاب‌های سزاوار تاریخ ملت را باید نوشت و این همه در زمینه عقیده‌های آگاهانه بی‌غرض علمی علامه باباجان غفاروف و دستور دوراندیشانه پیشوای ملت امام علی رحمان باید صورت بگیرد. ما را ضرور است که دوره‌های تاریخی روزگار خلقمان را با دقت تام مطالعه نماییم. می نویسد امام علی رحمان و تأکید می کند. از هر صحیفه گذشته نهایت پرشیب و فرازش سبق آموزیم. اجداد نامبردار خود را شناسیم. از ریشه های قدیمه ملت خویش آگاه باشیم و مردم بومی فرهنگی و تمدنساز، هنرمند و ایجادکار و صاحب معرفت بودن خلقمان افتخار کنیم. تاریخ، زبان، فرهنگ و سنت و عنعنه‌های ملی را حفظ نماییم. در روش بهاگذاری بی‌غرضانه سرور دولت می باید اعتراف کرد که از نشر کتاب باباجان غفاروف تاجیکان بیشتر از نیم عصر گذشت. در زمان آفریده شد که علامه باباجان غفاروف نه از همه امکانیت‌های فطریش استفاده کرده توانست. رژه شوروی پرینسیپ‌های اینترناسیونالیسم پرولتاری و چهره‌های مشهور سیاست و علم همسایگان به بیان حقیقت تاریخی مانع می‌شدند، در حالی که موقع باباجان غفاروف همچون خادم نمایان سیاسی و تاریخ نگار ممتاز در شناخت حق تاجیکان معلوم و معروف بود. همزمان حق به جانب پیشوای ملت امام علی رحمان است که از دوره نشر کتاب تا این مدت علم‌های جامعه شناسی پیش از همه تاریخ شناسی و باستان شناسی خیلی رشد نموده و دستاورد و کشفیات و تحقیقات نائل گردیده.
پس از نشر کتاب تاجیکان، بلکه بعد مرگ عالم شهیر سال 1977، یادگاری عصر برنج سرازم که به فهرست آثار شگرف مادی یونسکو داخل است کشف کرد. یادگاری غیلات و درنیچی از صحیفه های تازه شهرسازی در عصر برنج در ساحل رود یاقسو معلومات دادند. باستانشناسان در فرخار آثار خیلی کهن را دریافتند که مالک 4000 سال می باشد. در این رو نمونه برجسته شهرسازی در منطقه کولاب، هولبوک، مونک و سیاد اسرارشان را به باستانشناسان باز نمودند. خوب روشن است که بررسی و پیشنهاد آثار پسین در پرگردیدن تاریخ خلق تاجیک اهمیتی به غایت بزرگ دارد. تاجیکان باباجان غفورов اساس نظریوی و دستورهای راهبری دولت امام علی رحمان می باید راهنمای عمل دانشمندان تاریخ و فرهنگ باشد. در این روند آموزش مشخص و کامل حوادث و پدیده های تاریخی به نفع و سود ملت. چنان باباجان غفورov از حمله عرب یاد آورده از کارنامه مردم کولاب با افتخار وصف و تاکید می کند. عرب ها در محاربه ختلان چنان سخت شکست خورده بودند که در مدت بیشتر از 10 سال اشغال کردن آن را حتی به گوشه خاطر هم نمی آوردند. پایان اقتباس از باباجان غفورov. این پدیده ظفرآور سزاوار آموزش پوره و ترغیب است. اشاره علامه باباجان غفورov به محاربه سال 725 در نزد کوه نمک، شکست و شرمندگی اسد ابن عبدالله و تولید سرود تمسخرانه از ختلان آمدیه می باشد. تولید این سرود و چند دیگر از کارنامه مردم ختلان، حفظ نام و ننگ در تشکل و حفظ و پاک نگاه داشتن زبان مادری نیز هست. شنونده عاقل در همین لحظه از اشاره بنده پیخست کرد. چند پس به پیکار مظفرتناک کوه نمک معروف به خواجه مؤمن و ایجاد سرود تاریخی 1300 سال پر می شود. می باید این رخداد تاریخی را همه جانبه تشویق و ترغیب نمود. می سازد از این پیروزی خلق تاجیک بر مقابل عرب اصطلاحگر فیلم های مستند و بدیعی تهیه کرد. در زمینه آموزش کتاب تاجیکان و دستورهای تشبثکارانه سرور دولت می باید برای تحقیق و ترغیب همه جانبه این پدیده شغل ورزید و کنفرانسیه های علمی را در سطح بین المللی سازمان داد. شنونده ارجمند، با در نظر داشت این همه تلاش خواهیم ورزید به وسیله های منبع های خطی، باستانشناسی، سکه شناسی و معماری و مونومنتالی مواد آماده کنیم که هم فهمای و دسترس و هم نمونه مکانیزم درک سریع کتاب تاجیکان در محل ها باشد. بنا به قول کارشناسان، حکایات از زمان گذشته یا تاریخ فقط از جنگ و خونریزی ها، حکومت شاهان و تاراجگری و لشکرکشی ها عبارت نبوده است. تاریخ روزگار و زندگی نامه مردم و دولت سازان، صحیفه های درخشان و خاصه دوران هاست که به وسیله آثار مادی و معنوی مجسم می شود. می توان به این وسیله از آثار کتبی منظره نسبی زمانه را برقرار کرد. و پاره خاک تاجیک نشین که در موردش مطلب پیشنهاد می شود سزاوار به توجه جدی است. نوابسته به اندیشه نابخردانه که در مورد پیدایش اتنیکی اهالیش به ترکی افضلیت می دهند دو به آسیاب حناتان تاریخ آب می بندند کار جدی باید نمود. اگر سخن از باب دلاورانه عرصه مبارزه می رود، در سرچشمه های پیشین عنوان ختلان پیش دستی دارد. تا هجوم عرب سرچشمه های چینی این نکته را تصدیق می کنند. آثار وامانده از عصر میانه بروقتی شهادت می دهد که هیتالیان در مقاومت مدام با امپری ساسانی بودند. واقعا عنوان هیتال به معنی زورمرد و زورمن شهر یافته است. در این مورد سخن بسیار نباید گفت که اثباتش شکست های پی در پی عرب در ختلان می باشد. در همین روند می باید شکست شرمنده‌وار عرب و تولید شعر تاجیکی را تجلیل کرد. در علم سرچشمه شناسی آن از قاطع ترین دلیل در شناخت روح بیشکست مردم تاجیک بر لشکر سرشمار و جنگ بیده سگردک است.
و هم میباید درک نمود که با نزاکت تمسخر فرمودن مردم عادی اشاره است از تشکل زبان تاجیکی در منطقه. خدمت ارزنده مردم را در این فهم قائل باید شد. تاریخ نگاران ثابت کردند که ترانه تصادفی نبوده است. همزمان پاره ترانه دیگر که محل پیدایش شهرستان هولبوک است شهادت دیگری خواهد بود. نشانه و علامت دلیری، دلاوری و شناخت سرزمین در مرحله های رشد و پیشرفت ذکر مدام اسبان ختلی در مأخذها به شمار می آید. اگر اسب در تاریخ انسانیت نقش بی‌نظیر دارد و سبب جهانگشایی و در بستگی با آن موجب پیدایش ایمپری هاست، پس ضرور است از سهم اسبان ختلی در شهرت و شان مرزهای تاجیک نشین پژوهش انجام داد. نمونه ادبیات بسیار عصری تاجیکی است که اسبان ختلی را همچون رمز و نماد یادآور شدند. از معجزه دیگر این سرزمین که به همین رنگ و صورت خاصه بوده است چکن است. با وجود موجودیت گلدوزی و نقشدوزی در سرزمین پهناور، نمونه چکن با نفاست و فراگیری اندیشه ها فرق کننده می باشد. محصول دست گلکاران را می توان شعر و غزل در متاع قلمداد کرد. یک عالم واقعی است و تخیلی که باور و اندیشه بیش از 1000 ساله را در خود نگاه می دارد. حتی جزئیات را که میان خلقهای دیگری آریایی فراموش شدند. تا این زمان به صورت اصلی باقی ماندن عنوانهای قلمکش و قلمزن گفته های ما را تقویت می بخشد. یعنی بررغم نشان داد اسلام با عنوان خوش سلیقه قلمکش اثرهای دراز روی متاع اثرهای مجلای ایجاد می کردند. ملاحظه ها را در ویژگی چکن در مطلب های پسین ابراز خواهیم داشت. در این روند ژانر سازی و آوازی فلک را نیز از لوح خاطر دور بردن اشتباه است. در این خصوص با دلیل گفتم که فلک از کهن‌ترین نمونه ترانه‌خوانی و خاطره درخشان تاریخی می باشد که با لحن خاصه و ضرب دلبر در مغز مردمان برگزیده حکاکی شده تا امروز مخلوط نگردیده و ویژگی‌هایش را در درازای تاریخ حفظ نموده است. فلک به ذهنیت مردمی سازنده و تکمیل دادهش پیچیده است که از دیگر نمونه‌های ژانری و سازی آوازی با سبک و لحن فرق دارد. معجزه دیگری مردم سرزمین را در ساز دوتار می‌بینم. کام ناکام خواننده اندیشم را باید بپذیرد. من آن را ساز ناجی، نجادهنده و تاتم عنوان دادم. به شکل خیلی قدیمه و در این زمینه ادای اوریجینالی موسیقی ملی از دستاوردهای بزرگ مردم باور و ناموس می باشد. با این همه مردم خوشمنیش پاسبان و نگهبان عنعنه‌های نیک، رسوم آیین و شان و شرف ملت بودند. چنانکه که می‌بینیم در یک رده قهرمانی و دلاوری، پیدایش شعر تاجیکی، طالاب افسانوی ناسکول، اسبان ختلی، ژانر سازی آوازی فلک، گلدوزی خاصه چکن، ساز ناجی و تاتم دوتا را چیندم. برای هر کدامش باید کتابی نوشت و نوشته خواهد شد. نوشته محصول پژوهش 40 ساله است که گاهی به وسیله نشر و پیشنهاد شده است. تمنا دارم که شنونده عزیز ما به حسن و قبحش بهای بی‌غرضانه می‌دهند. پیدا می شود البته اشخاصی که ملاحظه های بنده را به قول حکیم فردوسی با خط پیغی یعنی خط نیزه‌سان استقبال می گیرد، اما این همه در گذر و به اهمیت خواهد بود. انجام گفتار یکم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.